شکرگزاری از فضای صلح و ثبات سلام عرض می دارم همدیاران عزیز، انتخاب کنندگان گرامی قدر. قبل از همه منتداری خود را به رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، بعداً منتداری خود را به کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، کمیته های اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهرهای وحدت، راغون، کمیته های اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه های فیض‌آباد و نورآباد برای پیشبری نمودن به وکیل به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اظهار می دارم. باید تذکر داد که برنامه پیش از انتخاباتی خود را در اساس پیام پیشوای معظم ملت به مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی که 28 دکبر سال 2024 صدا داد، همزمان برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که تمام جنبه های سیاست داخلی و خارجی کشور را در بر میگیرد آماده نمودم. البته امروز جمهوری تاجیکستان به یکی از دولت‌های پیشرفته ترقی نموده، یعنی محسوب می‌یابد که تمام سمت‌های فعالیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در آن دیده می‌شود. البته برنامه پیش از انتخاباتی ما طبق برنامه کاری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در سمت دستگیری سیاست جوانان، سیاست گندری، رشد با مرامی ساحه معارف، علم، اینوواسیا، سمت‌های اجتماعی، معارف، فرهنگ و تندرستی می باشد. البته با عملی نمودن برنامه پیش از انتخاباتی در آماده کردن کادرهای بلند اختصاص توجه ویژه ظاهر می گردد که گفتن ممکن است که طبق دستور و هدایت‌های راهبری دولت امروز مردم تاجیک، ملت تاجیک باید دانشمند باشد، نه به شماره تعداد زیاد بلکه به شماره زیاد دانشمند میتوان با دستاوردهای زیاد، با دستاوردهای نظررس نایل گردید. البته امروز در برنامه پیش از انتخاباتی ما تمام هدفها، مرامی که دولت و حکومت گذاشته شده است انعکاس می‌یابد. امروز ما در اساس دستور و سپارش‌های رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که یگانه هدف اساسیشان این زندگی شایسته و تنجی و آرامی مردم می باشد، یعنی سرمشق کار و اساسی برنامه پیش از انتخاباتی را تشکیل می دهد. البته در زمان صاحب استقلالی توانستند با چنین برنامه و نقشه چاره‌بینی های مشخص که سطح کمبزاعتی زیاده از 80% را تشکیل می کرد و از 20% پایان آورند که در این دوره زیاده از 3 استراتژی و 2 برنامه دولتی جهت پس کردن سطح کمبزاعتی و بالا بردن سطح نیکوحالی مملکت می باشد. و امروز چطوری که می بینیم در جمهوری تاجیکستان آزمون‌های سطح جمهوریوی از جانب پیشوای معظم ملت راه اندازی گردیده است که برای دستگیری یافتن چهره ها و باز هم بهتر و خوبتر گردیدن مطالعه کتاب و کتابخوانی از برنمودن علمی معاصر خیلی هم مساعدت می نماید. و گفتن با مورد است که امروز ما آزمون علم فروغ معرفت رو علاقه روی کار آوردگی هستیم که همه ساله جوانان و نورسان و کارمندان کسب و کار گوناگون در آن اشتراک می نمایند و با یک دستاوردهای نظررس، با یک اختراعات و اختراعکاری بواسطه شرکت و رقابت پذیری می نمایند. البته امسال در سمت عملی نمایی این آزمون مذکور باز یک نمونه دیگر در سمت اینوواسیا، ذهن صنعی و برنامه سازی نیز عملی گردید که این با دستور و سپارش های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پرزیدنت محبوب کشور می باشد که بارها در سخنرانی هایشان تاکید می نمایند، یادآور می شوند که دولت های پیشرفته با دستاوردهای نظررس توانستند که به این مقام و مرتبه و
به این غنی گردانیدن بودجه کشور یعنی دست بیابند. البته امروز ما جوانان و ساکنان آسایشته را ضرور است که به مانند دولت‌های مترقی که در مجموع اهالی آنها به ما برابر و یا اینکه کمتر از اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد که چقدر میلیون ها درآمد از حساب مالکیت ذهنی، اختراعکاری و برنامه سازی یعنی درآمد می آورند. بنابراین در آزمون علم فروغ معرفت چنین چاره‌های مؤثر اندیشیده شده است که من باوری دارم جوانان ما، نورسان و اختراعکاران ما در آینده برای بهبود گردیدن امکانات مالیوی و یا اینکه سطح زندگی خود در این سمت کوشش و غیرت ها می نمایند. البته سمت دیگری برنامه پیش از انتخاباتی ما در آن می باشد که البته در محل یکی از مشکلات های دیگری جای دارد که این هم باشد برای آبیاری نمودن به قطعه‌های خواجگی دهقانی و تازه آزاده نگاه داشتن محیط زیست که البته این یک فرهنگی والای مردم تاجیک را نشان میدهد که من باوری دارم در همبستگی، در یک جایگی این مشکلی های البته جزئی را ما پس سر خواهیم کرد. و امروز طبق ملاقات و واخوری ها میبینیم که اکثریت ساکنان آسایشته، اکثریت مردم شریف تاجیکستان با شکرگزاری از این فضای صلح و ثبات همچون یک دولت دموکراتی دنیوی و حقوق بنیاد و یگانه شکر از آن دارند که ما توانستیم که با نقشه و برنامه های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با دستور و سپارش های بواسطه رئیس معظم حزب و چنین یک دستاوردهای نظر است و چنین یک زندگی ارزنده نایل شویم و این گواهی از آن می‌دهد که ما در آینده جهت عملی نمودن نقشه چاره‌بینی ها و آن هدف های استراتژی که دولت و حکومت در نزد ما گذاشته است با باوری کامل گفته می توانیم که از عهده آن میبریم و تمامی سعی و کوشش های خود را به خرج می دهیم که در یک جایگی با مردم آسایشته مملکت با منطقه اهالی نشینی که در حوزه انتخاباتی فیض‌آباد 11 جهت انتخابات و رای پرسی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تشریف می آورند یعنی سزاوار می باشیم. البته امروز در سراسر مملکت معرکه سیاسی با مرام ادامه دارد و واخوری و ملاقات با اهل جماعتچگی با مردم آسایشته سربلند جمهوری تاجیکستان واخوری ها ادامه دارند و همگی کوشش به خرج می دهند که نامزد ارزنده خود را در این معرکه سیاسی پیدا نمایند و توانسته باشند که آن هدف، آن مرام، آن مشکلی های جزئی که هنگام روبرو شدن با موفقیت ها که پیدا می شود زودتر پس سر نماییم. و ما در برنامه پیش از انتخاباتی خود چنین یک پیشنهادهای مفید خاصتا که امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه معارف را همچون ساحه افضلیتناک در سیاست خود در مد اول گذاشتند. ما جهت تربیت نمودن نسل نورس در برنامه پیش از انتخاباتی خود مقصد گذاشته ایم که امروز گفتن ممکن است که ما آینده تاجیکستان را به اینوواسیا، به اختراعکاری تصور کردن غیر امکان است. ببینید که در سیاست دولت و حکومت طی سالهای قبلی جهت بالا بردن معرفت حقوقی مردم سالها اعلان گردید و در برابر به دست آوردن نتیجه نظر است که معرفت حقوقی مردم تاجیک علاقه به جای ضروری به سطح ضروری رسیده برآورده شد و سالهای 2025-2030 باشد سالهای رشد اقتصادیات رقمی و تکنولوژی اینوواسیونی اعلان گردید که البته این باوری به آن دارم که
ما را ضرور است که در این سمت فعالیت نظررس و دانش‌های معاصر را از بر نماییم که این هم برای به دست آوردن نتیجه های نظررس و همچون یک دولت صاحب اختیار، صاحب استقلال تاجیکستان عزیز را معرفی نماییم. البته امروز میبینیم در تمام آزمون های جمهوریوی از خردسالان تا کلانسالان شرکت می‌ورزند و همگی کوشش به خرج می‌دهند برای به دست آوردن نتیجه های نظررس و جای های نمایان. این گواهی از آن می‌دهد که الکی مردم تاجیک راه درستی خود را انتخاب نمودند و با راهبری رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با عملی شوی برنامه و استراتژی های دولتی الکی راه درست خود، راهبر خود و وکیل مردمی خود را میدانند که از کدام حزب انتخاب نمایند. حاجت به گفتن نیست، الکی ما همگی راه درست و حزب محبوب خودمان را در جامعه انتخاب نمودیم. البته امروز از خردسالان از باغچه آغاز می‌یابد آموزش فن‌های معاصر، زبان آموزی و از آن جمله زبان‌های روسی و انگلیسی که راهبر دولت در طلبات خود نسبت به ساحه معارف یعنی همه ساله تاکید می‌نمایند که تمام استاندارد و برنامه‌های تعلیمی در این سمت تجدید نظر کرده شود. در همبستگی با استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان عملا تطبیق نمودن استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان که تمام این دستور و سپارش‌های راهبریت عالی کشور در آن انعکاس می‌یابد، دوره به دوره طبق نقشه میان مهلت عملی می‌شود و ما نیز در برنامه پیش از انتخاباتی چنین یک هدف‌های عملاً در استراتژی درج گردیده را پیش آورده هستیم که من باوری دارم در صورت به دست آوردن غالبیت در علاهیدگی ملاقات و آخری ها دایر نموده با انتخاب کنندگان جهتی نایل شدن به این موفقیت ها و راه های پیدا کردن چنین یک دستاورد های نظررس را سرمشق کار خود میگذاریم. البته یک نقطه رو باید قید نمود که امروز تمامی استاندارد و برنامه‌های تعلیمی یعنی از شکل کلاسیکی به طور مناسبتی با صلاحیت به تعلیم یعنی انتقال داده شده است، تهیه گردیده ایستاده است و اون نظامی قبلی که در تمام ادبیات تعلیمی استفاده میشد امروز با نظامی بین المللی، نظامی وارد شدن به فضای یگانه جهانی که راهبر دولت روز 1 سپتامبر روز دانش دستور دادند و ما را گفتند که ما را ضرور است که جهت گذشتن به فضای یگانه جهانی تحصیلات یعنی گذاریم و جهت ارزیابی نمودن به دانش، ملکه و مهارت خوانندگان نظام‌های بین المللی از جمله نظام بسیار خاله ها را باید ما روی کار بیاریم و امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان هم تصمیم گرفته است که جهت آزمایش این اصلاحات ساحه معارف یعنی کوشش ها نماید و من باوری دارم که در آینده نزدیک با این دستاورد بزرگ یعنی گذشتن به مناسبت با صلاحیت به تعلیم و ارزیابی دانش، ملکه و مهارت خوانندگان از روی بسیار خاله بهادهی به دانش آنها یعنی روی کار آورده می شود. ما مردم تاجیک مردم دانشمند همچون مردم از ازل صاحب علم صاحب فرهنگ می باشیم و ببینید که امروز در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کمیسیون عالی اتستاسیونی تأسیس یافته است که جهت بالا بردن سطح دانش از خودکنی عالمان و اختراعکاران خیلی هم مساعد می باشد و در برنامه پیش از انتخاباتی ما جهت دریافت نمودن چنین چهره ها آموزگارانی که سالهای زیاد سابقه آموزگاری دارند و در رشته های علم استحصالات تحقیقات میگذرانند ما رو ضرور است که امروز برای آماده کردن رساله های علمی نامزدی و دکتر علم یعنی کوشش بخرجیم
و در برنامه پیش از انتخاباتی انعکاس یافته است، خاصتا رویه‌های آموزگاری جهتی شامل شدن به شعبه‌های آماده‌کنی کادرهای علمی و علمی آموزگاری که در سطح مؤسسه‌های علمی تعلیمی امروز فعالیت می‌نماید، برای باز هم تقویت یافتن سطح دانش کسبی و کسبیت آموزگاری ما را ضرور است که رساله‌های علمی خویش را آماده نماییم. و یکی از جنبه‌های برنامه پیش از انتخاباتی ما در آن می باشد که بالا بردن تعداد یعنی درجه علمی و عنوان علمی داشته در جمهوری تاجیکستان می باشد، نوبسته از محل زیست و جای فعالیت. البته هر یک کدام ما امروز امکان داریم که طبق سندهای معیاری حقوقی رساله های علمی خود را انجام داده برای بررسی و تصدیق آن به کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نماییم.